آیا واقعاً میشه از شکل شکم جنسیت جنین رو حدس زد؟ با ما همراه باشید. خیلی از مردم معتقدن که اگه شکم پایین باشه جنین پسره و اگه بالا باشه جنین دختره. اما آیا این باور علمی هم پشتش هست؟ واقعیت اینه که این یه باور غلطه. شکل شکم هیچ ربطی به جنسیت جنین نداره. جنسیت جنین از همون ابتدا توسط کروموزوم‌های جنسیتی تعیین میشه. در واقع جنسیت جنین بر اساس کروموزوم X و Y که از پدر و مادر دریافت میکنه مشخص میشه. شما چطور؟ تا حالا این باورها رو شنیده بودین؟ با دنبال کردن ما مهمون سیاره مادرانه باشین.